پیشبینی رابطه ایران و روسیه در سال 2025. در سایه رویدادهای پرشتاب بین‌المللی، جهان نظاره‌گر تحولات عجیبی است که می‌تواند معادلات قدرت را برای همیشه دگرگون کند. زمزمه‌هایی که از پشت پرده‌ای مذاکرات میان آمریکا و روسیه به گوش می‌رسد، تصویری پیچیده و رازآلودی را به نمایش می‌گذارد. آیا روسیه در حال انجام معامله تاریخی است؟ آیا ایران، متحد استراتژیک این کشور، در شطرنج قدرت‌های جهانی قربانی خواهد شد؟ از منظر آسترولوژی، نشانه‌هایی از تغییرات بنیادی در مسیر ائتلاف‌های جهانی دیده می‌شود. ورود پلوتو به آکواریوس، نشانهای آشکار از تحولات ساختاری در روابط بین‌المللی است. این سیاره مرموز که همواره با دگرگونی‌های غیرقابل پیش‌بینی همراه بوده، به خانه 11 ایران رسیده است، خانه‌ای که بر اتحادها، همپیمانی‌ها و ائتلاف‌های راهبردی دلالت دارد. این تغییر کیهانی حامل پیام مهمی است. ایران در سال 2025 با دگردیسی‌های عمیقی در سیاست خارجی خود روبرو خواهد شد. اما آیا این تغییرات به معنای خیانت روسیه و فروپاشی اتحاد آنها خواهد بود؟ از سوی دیگر، چارت آسترولوژی روسیه نشان می‌دهد که پلوتو در سال 2025 وارد خانه 8 این کشور می‌شود، جایی که به منابع مالی مشترک، اقتصاد و روابط پشت پرده مرتبط است. این نشانه می‌تواند به معنای تغییر در سیاست‌های اقتصادی و استراتژیک روسیه باشد، تغییراتی که ممکن است بر مناسبات این کشور با ایران تأثیر بگذارد. با این حال، اهمیت این اتحاد برای روسیه را نباید نادیده گرفت. بر اساس تحلیل‌های آسترولوژیکی، اتحاد ایران برای روسیه همچنان 60 تا 70% اهمیت دارد، اما اگر شرایط جهانی تغییر کند، این عدد می‌تواند کاهش یابد. اورانوس و مشتری که در سال 2025 در سور قرار دارند، نشانه‌هایی از بی‌ثباتی اقتصادی و تحولات ناگهانی در مناسبات انرژی و تجارت جهانی را به همراه دارند. روسیه که یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی جهان است، در این دوره ممکن است در سیاست‌های صادراتی خود تغییراتی اعمال کند. این تغییرات می‌توانند شامل کاهش همکاری‌های اقتصادی با ایران یا حتی توافقات جدید با غرب باشد. احتمال بازبینی این اتحاد و کاهش سطح همکاری‌های ایران و روسیه 50 تا 60% برآورد شده است. اما امکان فروپاشی کامل آن بسیار کمتر است. از سوی دیگر، زحالی که در هوت قرار دارد، سایه‌های سنگین بر خانه 12 ایران افکنده است. این جایگاه کیهانی معمولاً به فشارهای پنهان، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی اشاره دارد. این یعنی در سال 2025 ایران ممکن است با چالش‌های بیشتری برای حفظ جایگاه خود در صحنه بین‌المللی مواجه بشود. آیا روسیه تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب ایران را رها خواهد کرد؟ بر اساس تحلیل‌های کیهانی، احتمال این سناریو 30 تا 40% است. یعنی اگرچه ممکن است روسیه حمایت خود را کاهش دهد، اما ایستادن در کنار آمریکا و رویارویی مستقیم با ایران چندان محتمل نیست. اما پرسش بزرگترین است: آیا ایران در سال 2025 تنها خواهد ماند؟ ترانزیت‌های نجومی حاکی از آن است که ایران در مسیر انزوای نسبی قرار گرفته است. ورود پلوتو به خانه 11 همراه با زحل در هوت نشان از یک دوره‌ای دشوار در روابط بین‌المللی دارد. احتمال اینکه ایران برخی از متحدان خود را از دست بدهد یا در سطح دیپلماسی دچار محدودیت شود بین 50 تا 65% است. اما احتمال انزوای کامل و قطع تمامی روابط بین‌المللی کمتر از 30% برآورد شده است. چین و برخی شرکای منطقه‌ای احتمالاً همچنان در سطحی از ایران حمایت خواهند کرد، اما شرایط جهانی در حال تغییر است و این حمایت‌ها ممکن است شکلی متفاوت به خود بگیرند. همه این نشانه‌ها خبر از جهانی در آستانه دگرگونی‌های ژرف می‌دهند. بازیگران اصلی این صحنه مهره‌های خود را به دقت حرکت می‌دهند، اما آینده همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. آیا روسیه برای پیروزی در اوکراین ایران را قربانی خواهد کرد؟ آیا ایران در تلهی انزوا گرفتار خواهد شد؟ تنها زمان می‌تواند پاسخ این معما را آشکار سازد. اما آنچه مسلم است، زمین در سال 2025 شاهد تحولاتی خواهد بود که تا سالها بر سرنوشت جهان سایه خواهد ماند. پرده این نمایش به آرامی کنار می‌رود، اما سرنوشت نهایی هنوز نوشته نشده است.